خوشحال بودم که اینجا و اینکه ممنونم از همه کسایی که علت حضور ما اینجا بودن. بازم یه بهتون تبریک میگم. روزای خوبی داشته باشین. حامد جون من یه خواهش ازت میخوام بکنم. ببین یک خواننده فقط نباید با سی دی بخونه. بله. من دلم میخواد به خاطر منوچهر آذریان که شده مهمان شما هستم. خب مهمان شما هستم من خودم میشم. البته اگه وقتمون اجازه بده. یه خط بخون. میخونن اما دیگه اشاره بعد از برنامه. دولت آباد. ماشاءالله. بخونیم یه خط. آقا فرصت نداریم. بخون یه خط ببینم. واقعا فرصت نیست باید خداحافظی بکنیم. اون شعرهایش خوندی یه چیز اولی. من یه مصرع فقط خیلی میخونم. سریع. ای صبا با ساکنان به افتخارش از ما بگو. خدا وکیلی از من کم گذاشته امشب. آخه تو صدای به این قشنگی داری. خیلی قشنگ خوندی. به افتخارش باز دست بزن. خیلی ممنون. آقای فاتحی تشکر از شما. ممنونم از بچهای پخش که برای وقت بیشتری دادن. شبتون بخیر. از جناب آقای یاسریش تشکر.